اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره دعوت نوبتی جوانان به خدمت حربی در جماعت دهات واروخ شهر اسفره سری وقت و کاملا تأمین می‌گردد. در نتیجه راهاندازی درست و مؤثر کارهای فهماندهی و مفکوروی از جانب گروه‌های تبلیغاتی و تشویقاتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، مقامات حفظ حقوق و فعالان دهات واروخ صبح امروز در دهه بلندکوه واروخ به مناسبت گسیل گروه 11 نفره جوانان وطن دوست و شجاعتمند دیار که اختیاراً با امر دل و وجدان عزم خدمت مادر وطن کردند، جمع آمدی با تنتنه برگزار گردیده آنها به خدمت حربی گسیلانیده شدند. طور رئیس جماعت دهات واروخ مهرنیسا رحمت و ضمن سخنان مبارکبادی خویش ابراز داشت تا به سنه 17 اپریل سال روان 22 نفر جوانمردان دلیر و شجاع به ادای خدمت فرزندی به صف ارتش ملی سفر برگردیده بودند. اینک سنه 17 اپریل باز یک هیئت 11 نفره جوانان وطن دوست و شجاعتمند دیار با اختیار خود با درک مسئولیت شهروندی و حس بلند میهن پرستی عزم خدمت به وطن و حمایت مرز و بوم این سرزمین نمودند. معاون دیرکتور لیسه رقم 3 مهراور رحیمов، خدمتچیان حربی به رخصتی آمده کوهزاد نیزامов، بدل مسرورов، دعوت شونده فریدون شامیر سیدов، سابقه دار مهنت بابا احمد احمدزاد، امام خطیب مسجد جامع واروخ مقامدین سنتov و دیگران با برابر اظهار سپاس و تمنیات نیک به نواسکران خدمت به وطن مادر را رسالت فرزندی و قرض شهروندی ارزیابی کردند و از توجه رهبریت مملکت بابت مهیا نمودن شرایط‌های خوب خدمت حربی و زیست عسکران و افسران در صف‌های قوه‌های مسلح کشور یادآور شدند. اختیاری به صف قوه‌های مسلح آمدن جوانان دیه پدیده سرور بخش بوده. شهادت آن است که جوانان ما بهر حمایت مرز و بوم اجدادی خویش، تحکیم صلح و آسایشتگی و دستگیری سیاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همه طرفه آماده اند. من حمیدov شریف جان جورزاده، امروز برای من یک روزی فراموش نشونده است، برای آنکه من با خواهش خودم برای خدمت وطن با 15 نفر جوان مردای واروخ به خدمت رفته ایستاده ایم. با همه جوان مردای واروخ گفتنی هم که برای وطن خود صادقانه باید خدمت نمایند. همه 15 نفران که همراه من هستند از دهه واروخ، آنها با خواهش خود امروز آمدند که خدمت وطن را ادا نمایند. خدا اگر خواهد با سری بلند خدمت را ادا کرده باز به پیش پدر و مادر و عائله برمیگردیم. من سیدو جمشید امروز با خدمت حربی با خواهش خودم میروم، برای وطنم خدمت میکنم، وطن خود را محافظت میکنم، زیرا این خرج هر یک شهروندی تاجیکستان است. ما وطن دوست هستیم، ما وطن ما را حمایت میکنیم. در شهری رسیده بودیم، با خواهش خودمان آمدیم برای خدمت وطن، مادر پدر. خدا خواهد با سری بلند خدمت خود را بیان میکنیم. من شامر سیدوف انوشیروان از ده واروخ، نبیره حاجی عبدالصمد شامر سیدوف، با خواست خود به خدمت حربی رفته ایستاده‌ام. ما جوانان باید هممان در جای اول مانده خدمت وطن مادر را بجا آوریم. مراجعت میکنم به همه جوانان که می باید در جای اول خدمت را مانده خدمت وطن مادر را بجا آوریم. من از فدراسیای روسیه آمدم. من با جای کار تامین بودم، لیکن در جای اول خدمت وطن مادر می ایستد. من آمدم که تا قرض وطن مادر را بجا آورم. کسی جوانان اگر وجدان داشته باشند و هایم به خدمت حربی می روند، چون که این هر یک قرض شهروندی تاجیکستان است. اگر ما خودمان زمین خودمان را حفظ نکنیم، دیگر هیچ کس از دیگر دولت آمده زمین ما را حفظ نمی کند. ما باید این را فهمیم. من خودم در مهاجرت مهنتی بودم. من قدر وطن را دانستم، چگونه وطن عزیز است. بر کدام دولتی که نرویم یگانتش بر وطن خودمان نمی رساند. ما باید به قدر و قیمت زمین خود رسیم و افتخار کنیم و به خدمت حربی رویم. من فرمانو بابقاری، استقامت کننده جماعت دهات واروخ، من با خواهش خودم به خدمت حربی میروم. این قرض هر یک جوان مرد است. به همه جوانهای واروخ، به همه جوانهای جمهوری تاجیکستان مراجعت کردم که بیاین خدمت کنند. این یک قرضی هر یک شهروند تاجیکستان است. من با خواهش خودم از فدراسیای روسیه آمدم، به خدمت وطن مادر تیار هستم میروم.
дар фарҷом ширкатдорони чорабинӣ модарони даъватшудагон ҳамчун рамзи меҳрпайвандӣ бо пайгирӣ аз анъанаҳои дерин ба аскарбачагони оянда луқмаи нон газониданд то шоҳписаронашон хидмати модар ватанро сарбаландона ба ҷо оварда сиҳатманду сарбаланд ба зодгоҳашон баргарданд. мӯйсафедони барнодил ба наваскарон роҳи сафед хостанд ва дар адои рисолати ҷавонмардиашон бурдбориву муваффақият таманно намуданд. барномаи рангини фарҳангӣ ба чорабинӣ ҳусни тоза зам намуд.